اومدم این کیسه گلابی و واسه دقت بکسام بخرم، دیدم خیلی گرونه. گفتم خب این چه کاریه، خودم میسازمش. فنر موتور به طول حدوداً 25 سانت، دو تا لوله PVC به قطر حدوداً 2 سانت و نیم، فوم رول 6.5 سانتی. بچه‌ها لوله های PVC رو حدود سنگ و تقریباً 5 سانت می‌کنید داخل فنر، از پایین هم همینطور حدود 15 سانت هم وسطش خالی میمونه که راحت بازی کنه. فقط دقت داشته باشید لوله های PVC باید به فنر فیت باشن، جوری که تکون نخورن. گوشه فوم رولا رو باید کجکی برش بدید به این شکل و طول این فوم رولا 35 سانت است. 35 سانت طول این دو تا فوم رول است و یکیشون رو حدوداً 45 سانت بعد بگیریم که روی اینا میفته، باید بزرگتر باشه. فوم رول 20 سانتی و طولش 20 سانته. اینو با فشار میکنیم داخل لوله، سعی کنید فیت باشه که جابجا نشه. این فوم رول 35 سانتی رو به این شکل میپیچیم این بالا. فوم رول بعدی هم به این شکل میپیچیم پایینش. فوم رول بزرگه که 45 سانت هستن، باز میپیچیم وسط اینا. ارتفاعش رو جوری تنظیم کنید که دقیقاً روبروی صورتتون باشه. چسب هم به صورت عمودی روش بندازید که خوشگل شه. چسب‌ها رو تا پایین بیارید، یه ذره 5 سانتی پایین‌تر که دورش چسب بپیچیم، اینجوری خوشگل شه. دورش هم با چسب قشنگ میپیچید که محکم شه و شکل خوبی بگیره. بچه‌ها این ویدیو رو سیوش کنید و بفرستید واسه دوستای رزمکارتون، شاید بهشون کمکی کرده باشید. این کیسه بوکس کبرا توی بازار خیلی گرونه، حدود 12 میلیون پولشه. من با 300-400 هزار تومان ساختمش. لایک و سابسکرایب هم یادت نره. یه سلام به پیجم بزن. دوستتون دارم.